بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. آینده بسیار خوب. آینده متعلق به ماست. اینو به ما وعده دادن. روشن. اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. آقامون هنوز هست دیگه. مطمئن باش بهتر از قبل میشه. پیروز. آینده رو روشن میبینم. خیلی خوشحالم. ایران همیشه آیندهش خوب بود و خواهد بود. چون زیر پرچم امام حسین بهتر میشه، انقدر بهتر انشالله میشه. با وجود آقا مجتبی عالی آینده. کسی بهتر از آقا مجتبی نمیتونست رهبر ما بشه. آینده ایران خیلی روشن میبینم. پسر همون پدره. خیلی بهتر هم میتونه عمل کنه به نظر من. آینده ایران بسیار روشنه، مخصوصا با انتخاب رهبر عزیزمون آقای سید مجتبی. انشالله آینده بسیار روشنی هست. بسیار عالی. دشمن شکست خورده، دشمن پشت مرزهای ما ناامیده. خیلی پرشورتر، درخشانتر و قدرتمندتر از قبل، چون ما الان رهبر فرزانه‌ای که داشتیم 40 سال جوانتر شده، اون راهو خیلی